سلام، خسته نباشید. اول میخواستم از تیم پزشکی آقای دکتر غلامی تشکر کنم، خانم شکیبا، پردیس جون، از اینا تشکر بکنم که خیلی زحمت در مامانم کشیدن، چون مامان من واقعا حال نداشت. طوری بود که من واقعا وحشت میکردم وقتی بهش نگاه میکردم، فکر میکردم هر لحظه میکنم اتفاق بدی براش بیفته. بعد که این تیمو که ما قبلا از کرونا میشناختیم اطلاع دادیم، اومدن خیلی زحمت کشیدن. مامان من ناراحتی سیروس کبدی داشت، شکمش آب آورده بود، ناگفته نمونه 13 روز بیمارستان بود، ولی هیچ کاری براش نکردن. بعد اینا که اومدن واقعا همون شبانم اومدن، ساعت 10:30 دکتر اومد، 11 پرستار اومد، داروهاش تهیه شد و به کمک اینا الان مامانم الحمدلله خیلی خوبه، خیلی خوبه. واقعا زحمت کشیدن، از همشون ممنونم، خصوصا از خانمای پرستار که خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن. زنده باشین.